اما وقتی که جمله یا متن خودمون رو انتخاب کردیم و خواستیم که تمرین نقل به معنا رو روی اون جمله انجام بدیم، میریم سراغ مراحل نقل به معنا کردن. توی این کتاب نقل به معنا رو توی 4 مرحله توضیح میده که من اومدم این رو با جزئیات بیشتری شرحش دادم و این 4 تا مرحله رو به 5 مرحله تبدیل کردم. وقتی که ما یه جمله رو انتخاب میکنیم تا نقل به معناش بکنیم، اول از همه کاری که انجام میدیم اینه که اون جمله رو به اجزای سازندش تجزیه بکنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه به جمله‌ای که داریم نگاه بکنیم، ببینیم که داخلش چه کلید واژه‌هایی قرار داره، چه عبارت‌هایی داخلش هست که اون کلمه‌ها یا عبارت‌ها نیاز دارن که ما دقت بیشتری روشون داشته باشیم. چرا این کار رو انجام میدیم؟ به خاطر اینکه وقتی چنین کلیدواژه‌ها یا عبارت‌هایی رو میایم جدا می‌کنیم، آروم آروم اینها رو داخل اینترنت سرچ می‌کنیم، داخل کتاب‌ها دنبال معانی این کلمه‌های کلیدی یا عبارت‌ها می‌گردیم و در نهایت یه موقعیتی رو برای خودمون فراهم می‌کنیم که در رابطه با اون کلیدواژه‌ها بیشتر اطلاعات کسب بکنیم. اولین کاری هم که میتونیم انجام بدیم که خیلی هم کمک کننده است اینه که وقتی یک کلیدواژه‌های یک جمله رو پیدا می‌کنیم، بریم اول از همه توی فرهنگ لغت اون رو سرچ بکنیم که الان سایت‌های خیلی خوبی مثل واژه یاب هم هست که میتونه بهمون کمک بکنه این کار رو زودتر و بهتر انجام بدیم. توی مرحله دوم چیکار می‌کنیم؟ میایم منظور جمله رو با یک بیان ساده باز تعریف می‌کنیم. اون جمله چی میخواد بهمون بگه، اون رو به زبان خودمون خیلی ساده روایت میکنیم. توی مرحله سوم فرض میکنیم که صمیمی‌ترین دوستمون مقابلمون نشسته و میخوایم منظور اون جمله رو بهش یاد بدیم. چی بهش میگیم؟ با چه لحنی؟ همون رو تکرار میکنیم. سعی میکنیم داخل یک لحن دوستانه و راحت معنای اون جمله رو، مضمونی که داره رو باز تعریف بکنیم. توی مرحله بعد سعی میکنیم که به زندگی خودمون نگاه بکنیم و مصداق‌هایی که از اون جمله داخل زندگیمون میتونیم پیدا بکنیم رو مشخص بکنیم و اونها رو تعریف بکنیم. باید برگردیم به تجربه های زیستمون، به خاطراتمون، به چیزهایی که تا الان پشت سر گذاشتیم و از خودمون بپرسیم که من منظور این جمله رو کجاها زندگی کردم یا به واسطه پشت سر گذاشتن چه تجربیاتی به این جمله میرسم. باعث میشه که به این جمله فکر بکنم یا وقتی که این جمله رو خوندم تداعی های اون خاطره داخل ذهن من جریان پیدا کردم. و در نهایت توی مرحله پنجم سعی میکنیم که تشبیه بسازیم یا استعاره بسازیم برای اینکه بتونیم اون منظور رو عینی تر دریافت بکنیم، ملموستر بکنیم قضیه رو برای خودمون، که برای این ملموستر شدنه و برای اینکه بتونیم راحت تر این موضوع رو قیاس بکنیم با موضوعات دیگه، میایم از یه سری ابزار استفاده میکنیم که بهترین هاش تشبیه و استعاره سازی هستن. پس این 5 مرحله رو طی میکنیم تا نقل به معنای خودمون رو انجام بدیم. بریم با هم دیگه مرور کنیم. گفتیم که توی مرحله اول باید جمله‌مون رو به اجزای سازندش تجزیه کنیم، یعنی به کلمات کلیدیش یا کلیدواژه‌هاش یا عبارت‌های مهمش. بعد از اون بیایم منظور جمله رو به زبون خودمون روایت بکنیم. بعدش سعی بکنیم که با یک بیان دیگه و همچنان ساده جمله رو برای خودمون باز تعریف بکنیم. یه علامت مثبت گذاشتم تا این نکته دیگر رو هم توضیح بدم. این که سعی بکنیم این جمله رو به بیانهای مختلفی روایت بکنیم، یعنی خودمون رو بذاریم جای یه فردی که میخواد اون جمله رو برای اشخاص متفاوتی بیان بکنه. مثلا من وقتی که میخوام یک جمله رو، یک مفهومی رو برای مادرم توضیح بدم یه لحنی رو دارم، اگه بخوام همون رو برای دوستم تعریف بکنم یه لحن دیگه دارم، اگه بخوام برای استادم بگمش باید یه لحن دیگه رو انتخاب بکنم دیگه. پس هر چقدر این تغییر لحن رو امتحان بکنیم و تمرینش بکنیم بیشتر بهمون کمک میکنه و میتونه مفید باشه. توی مرحله بعد میایم مصداق‌های اون مفهوم رو داخل زندگی خودمون پیدا میکنیم، برمیگردیم به تجربه ها و خاطراتی که داریم و توی مرحله آخر سعی میکنیم که با ساختن تشبیه و استعاره منظور اون جمله رو برای خودمون ملموس‌تر و عینی‌تر بکنیم. توی ویدیوهای بعدی میریم سراغ این که نقل به معنا رو با جمله ها پیش بگیریم، یعنی به طور عینی با هم دیگه تمرین میکنیم.